الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي صحيح رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم ثلاث هذه المسائل. الأولى مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن من أطاع الثانية نعم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقفنا عند المسألة الثالثة صحيح؟ الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ما در سيوم مسألة استفاده بدیم. این سيوم مسألة موضوع الولاء والبراء است، یعنی که به دوستان الله دوستی کردن و به دشمنان الله دشمنی کردن. الولاء دوستی و البراء بیزاری و بدبینی و دشمنی. قال الشيخ: الثالثة سيم از سی اصل این است که من اطاع الرسول، کسی که اطاعت از پیامبر کند، و وحد الله و توحید الله را رعایت کند، لا يجوز له موالاة من حاد الله و رسوله. برای چنین کس جایز نیست، یعنی حق ندارد که دوستی کند، دوستی صمیمی کند، فهمیدید؟ دوستی قلبی کند با کسانی که ایشان ضد الله هستند و ضد پیامبر او هستند. ولو کان اقرب قریب، گرچنده که اون کسانی که ضد الله و ضد پیغمبر از همه نزدیکترین خویشاوند باشد هم. نعم. وقال الشيخ: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله. جائز نیست برای کسی که فعل ذلك، همین کار را کند. همین ذالک اشاره به چیست؟ ذالک اشاره به آن است که کسی اطاعت از پیغمبر کند و الله را توحید پندارد. برای چنین کس جایز نیست که موالات من حد الله دوستی کند به کسانی که ایشان دشمنی الله، مخالف از الله هستند و مخالف از پیغمبری او هستند. ولو کان اقرب قریب، گرچنده که اون مخالف از همه نزدیکترین خویشاوند از همه نزدیکترین خویشاوند هم باشد. نعم. هذه مسألة الولاء والبراء. این مسئله
ولاء و براء است، یعنی که دوستی و بیزاری. این مسئله چی مسئله است؟ این مسئله ولا والبراء. و هي تابعه للتوحید، این مسئله تابع توحید است، یعنی توحید بدون این دون نمیشه. من حقوق التوحید الولاء والبراء، يعني الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. بعضی از حقوق توحید که یعنی که حقوقی که در گردن ما واجب است که ما در برابری مثلا توحید اون اجرا کنیم، این وظیفه را به دوستی کردن است به دوستانی الله و بیزار شدن است از دشمنان الله. والموالات والولاء بمعنى واحد، یعنی موالات و ولا این هر دو به یک معنا هستند، یعنی معنای هر دو این کلمه یک است. والولاء يراد به المحبة بالقلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات. اکنون یک کس میپرسد میگوید که ولا یا که موالات چیست؟ ولا میگوید مقصد از آن دو محبتی قلبی است، فهمیدید؟ به قلب یک کس نقص دیدن، و مقصد از آن یاری کمک یکدیگری کردن است. و المعاونه این هر دو یک معنی. مناصره اساسا یا یک کس یاردم دادن برای دفع یگون ضرر، معاونت یک کس یاردم دادن برای جلب منفعت. نگاه کنید اینها در زبان تاجیکی هر دوش یاردم دادن میشن، یاری یکدیگری. مناصره یاری یکدیگری، معاونه هم چی میشن؟ یاری یکدیگری. به زبان روسی این میگه که دیست между двумя лицами، کاری که در بین دو کس مشترک میباشد. نگاه کنید مناصره و معاونه چی فرق دارد؟ مناصره یکدیگر را یاری رسانیدن در دفع ضرر، برای یک ضرر از خود دور کردن. اما معاونه چی است؟ یکدیگر را یاری دادن است، نیست به مانند مناصره فقط برای جلب منفعت، برای یک فایده را به دست آوردن. یعنی دشمنان الله را نباید که شما چنان یاری رسانید که از ایشان ضرر دفع شود و نه چنان یاری رسانید که به ایشان یگان جلبی منفعت شود. الا که مثلا دعوت این تماما در این داخل است. و یراد به الارث، و مراد از ولا با چیست؟ میراث یکدیگری. یعنی نباید که تو از کافر میراث گیری و کافر از تو میراث گیرد. فهمید؟ این است ولا. والعقل فی الدیات، یعنی نباید که مثلا دیه عقل گفته خون گرفته شود در چی؟ در دیات، یعنی که در قتل هایی که بین مسلمان و کافر می شود. یعنی جای خودش بیاد و میگیم ان شاء الله یک تفصیل دارد. مثلا نه اینکه مثلا یک کافر مسلمان کشد و چیکار کرده شود؟ مسلمان هم نیز کشته شود که تو او را کشتی. یعنی این خیلی نیست، یعنی فرقی کلون داره. اگر مسلمان رو کشد یعنی که او با دیه داره، خون پولی داره. اما مسلمان کافر کشد خواه خطأ خواه سهوا، این قانونی مخصوص دارد که مساوات نیست بین کافر و مسلمان، یک برابری نیست. مفهوم؟ این در جای خودش میگه. فالمسلم یوالی اولیاء الله، مسلمان اولیاء الله یعنی دوستان الله را دوستی میکنند، دوستی قلبی. بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم. إن بمعنى إنسكي محبتي اون کس محدود می باشد به اولیاء الله. فهمیدید؟ یعنی چنین محبتی قلبی محدود است به اولیاء الله. محدود معنی چه؟ اگرانی چی؟ نگاه کنید چنین نوع محبت باید که به دیگران نگذرد. فهمیدید؟ یعنی این یک به دوستانی الله ولا دوستی کردن، این دوستی محبت، این چنان محبت است که محصور است، اگرانی چی است، محدود است، که نباید که این محبت را طوری که به اولیاء الله تو رعایه میکنی به دیگر کسا او را رعایه کنی. فهمیدید؟ مثلا نگاه کنید پدرت
کافر است، مادرت کافر است، لیکن تو به اونها ولا و برا مثلا ولا کردن نمیتونی. ولا چون که یک محبتی قلبی است که این فقط به اولیاء الله. پدری تو کافر باشه اولیاء الله میشد، از زمره اولیاء الله میشد یا نه؟ نمیشد. اما با او دوستی میکنی یا نه؟ بله میکنی. دوستی نه اون دوستی که وای از صمیم قلب است، دوستی که مثلا وای، چون که معنای ولا چی است؟ المحبت بالقلب. مفهوم؟ و یناصرهم، اولیاء الله را یاری میرساند. برای چی؟ ناصر یناصر و مناصره برای بخاطر دفع یگون ضرر از ایشون. فالمسلم یکون مع المسلمین، مسلمان با همراهی مسلمانان می باشند. بعضهم اولا ببعض، یعنی بعضی مسلمان ها از بعضی دیگرش دیده با چه هستند؟ از بعضی دیگران یعنی که اولا هستند، حق برتر و لایقتر می باشند. کما قال تعالی، طوری که الله سبحانه و تعالی فرمود و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. یعنی اولو الارحام اصحاب القرابه، خویشاوندان گفته گیم، خویشاوندان بعضیشان اولا ببعض ای احق بالمیراث من الاجانب، لایقتر می باشند به میراث گرفتن از بیگونه ها را دیدن. همین معناش چی میشه؟ یعنی خویش و تبار اینها حق بر و لایقتر هستند به داد و گرفت میراثی، به میراث گرفتن از بیگانه ها را دیدن. این آیت نازل شده حق کی؟ فی کتاب الله ای فی حکم الله، در حکم الله تعالی. یا حدیث اومده است که و سبب نزول هذه الآیه، سبب نزول همین آیت همین است که ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آخى بين أصحابه ورث بعضهم بعضا حتى نزلت الآية. وقتی جناب پیامبر صلی الله علیه و بین صحابه هاش برادری را برقرار کرد، تو برادری این هستی، این برادری تو هستی، بین انصار و یعنی که مهاجرا را الفت و برادری را برقرار کرد. انا بعد چیکار کردن؟ بعد چنان برادرشون مستحکم شد که اگر یک برادر میمر خیش نگاه کرد، پروای خیش نداشت، میراث همون بین برادرها داد گرفت میکردن، گرچند که اونها بیگانه میبودن. تو همین آیه نازل شد. وقتی که این آیه نازل شد فترکو ذالک، با این کار دیگه چیکار کردن؟ میراثی بین برادری را، یعنی برادری بیگانه رو گذاشتن، برادری نسبی نه، بعد ترک کردن دیگه، داد گرفت بحث شد. چون این آیه نازل و توارثوا بالنسب، با میراث بری به چی شد؟ به نسب شد. برادری نسبی مسلمان تو بعد مردن تو مسلمان میراثتون پول مالتون تقسیم میکنن. رواه الطیالسی عن ابن عباس، این حدیث طیالسی از طریق ابن عباس روایت میکنه. خلاصه این آیاتی که وقتی نازل شد و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، صاحبان خویشتبان یعنی خویشاوندان میگود بعضیشون لایقتر هستند به بعضی دیگر و چی گرفتن؟ و گرفتن میراث در حکم الله سبحانه و تعالی. یعنی بیگانه ها را دیده باید که اول میراث خویشتبان رو گیرن. فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين، یعنی برابری در خون خطا. برابری در خون خطا معنی چیه؟ برابری در خون خطا می باشد بین المسلمین، بین مسلمانان. برابری در خون خطا معناش این است که یعنی یک مسلمان دیگر برقصد نیهو خطا به طریق سهوا کشد اگر، اون وقت یعنی که چی می شود؟ خون بین برادرها یعنی برابر می باشد. فهمیدید؟ و هو ما یسمى بالتکافل، اینا به دیگر لغت هم میگن، تکافلش هم میگن، یعنی که برابری. تکافل معناش چی است؟ برابری در خونی خطاگی. کل هذا يدخل في الولاء، هم اینها داخل می شوند در زیر ولا، یعنی که محبت در محبت قلبی. فلا يكون الولاء بين مسلم و کافر. اكو در دوام معلوم میشه که چی میگه. یعنی ولا بین مسلمان و کافر نمی باشد. والمحبة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك،
همچنین میگود محبت نمی باشد بین مسلمان و کافر، نصرت نمی باشد بین مسلمان و کافر، میراثی داده گرفتی میراثی نمی باشد بین مسلمان و کافر، عقل یعنی خون، خونی یک کس یک کس میکشد نمی باشد، و ولایت نکاح یعنی که مثلا یک کافر بیاد گو که یک دختری مسلمه شه گو که من ولی همین هستم، این دختر صاحبی منه، نه صاحبی کردن نمیتونه دخترش، اگر دخترش چی شده باشد مسلمان شدگی باشد و پدرش کافر باشد ولیگی ساقط میشه، بله این کافر آخه. و ولایت قضا یعنی حکم، یعنی که حق ندارد یک کافر چی شود، یک جا قاضی شود، راهبر شود، چخیلی شیخ امرو بودن و غیر از اون. فلا یکون ذلك بین مسلم و کافر، این بین مسلمان و کافر نمی باشه اینایی که در بالا ذکر شدن. و انما یکون هذا بین المسلمین، این تنها در بین مسلمان ها می باشه. لقوله تعالی، بنابر سخن الله تعالی که فرمود ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، هرگز الله سبحانه و تعالی به فایده کافرها بالای مؤمنها یگون راه را قرار نداده است. فهمیدید؟ الله تعالی اجازه نداده است برای کافرها یگون راه را که کافرها به همون راه چیکار کنن بالای مؤمنها، یعنی که حکمرانی و راهبری کنن. سوره نساء هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. انا همین با همین اسلوب میگود واجب است که فرق کنند مؤمنها از کافرها. فلا يجوز لمن وحد الله و اطاع الرسول، جایز نیست برای کسانی که الله را توحیدش رعایت میکرده باشد و اطاعت از رسول صلی الله علیه و آله میکرده باشد چیکار کند؟ موالات من حاد الله، دوستی کند با کسانی که مخالفی الله میباشند. اکنون والمحادة معناها، معنای محادت چیست؟ ان یکون الانسان فی جانب والله و رسوله والمؤمنون فی جانب. نگاه کنید محادت چه خیلی باشد؟ وقتی که انسان در یک طرف است و الله و پیغمبر و دیگه مؤمنها در یک طرف، این خودش یک طرف، یعنی این یک قانون، یک سخنهای میگوید که سخنش عقیدش گفتی الله گفتی پیغمبر گفتی مؤمنها نیست. این چی میگم؟ محاده، یعنی کنار از الله، کنار از پیغمبر، کنار از مؤمنها رو چی میگن؟ مخالف میگویم. و یکون المحاد فی جانب الكفار، اون کسی که از الله یک طرف است، از پیغمبر او یک طرف، از مؤمنها یک طرف است، و در کدام طرف است؟ با فی جانب الكفار، و در طرف کافرها هست. یعنی که از بس که اون که در طرف الله نباشد، در طرف پیغمبر، در طرف مؤمن ها نباشد، و در جانب کفار است. هذه هي المحاده، این چی میگن؟ محاده میگن، یعنی که مخالفت قرار. نعم. قوله ولو كان اقرب قریب، شیخ گفت که اگر چندی که از همه نزدیکترین خیش هم باشد، این نسب، در نسب. فاذا كان قريبك محادا لله ورسوله، وقتی که یک خیش تو مخالف از الله باشد، مخالف از پیغمبر او باشد، فیجب علیک محادته و مقاطعته، واجب است بالای تو به او چیکار کردن؟ مخالف او شدن و او به او قطع علاقه کردن. و من کان ولیا لله و رسوله، و کسی که دوست الله باشد، دوستی پیغمبری او باشد، وجب علیک ان تحبه و توالیه، واجب است در گردن تو او را چیکار کنی؟ دوست بداری و به او موالات رعایت کنی. ولو کان بعیدا من النسب عنک، گرچنده که او از تو در نسب چی باشد؟ دور هم باشد. ولو کان اعجمیا، گرچنده که همزبانی تو نباشد، اعجمی همزبانی تو نباشد. و اسود، سیاه باشد، او ابیض، یا که سفید باشد و تو سیاه باشد، او احمر، یا که سرخ پوست باشد. یجب علیک ان توالیه و ان تحبه، واجب است در گردن تو او را چیکار کنی؟ موالات بکنی به او و او را محبت داشته باشی. سواء کان من بلدک، فرق نداره خواه از کشوری تو هست، هم دیاری تو هست، خواه ازبکستان، خواه از کجا، او من اقصى الشرق، یا از تمام، یعنی که از همه از شرق دور باشد، اقصى الشرق شرق دور هم باشد، او من اقصى الغرب، یا که از غرب دور باشد.
الله سبحانه وتعالى فرمود قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضی اونها دوستداری یکدیگرند. ای بینهم المحبة و التناصر و التعاون، بین این مؤمن و مؤمنه ها چه هست؟ محبت است و یاری یکدیگریست برای دفع ضرر و یاری یکدیگریست میان ایشان برای جلب یگان منفعت. و بینهم الالفة، بین اونها الفت است. هذا بین المؤمنین، این در بین کی می باشد؟ بین مؤمن ها می باشد.